شخص در دایره جهانبینی خودش نسبت این یا اون مملکت، تاریخ این مملکت البته تشکلی افتاده است. برای مثال ما وقتی صحبت داشتیم با گروه کارشناسان بین‌المللی در مورد تهیه استراتژی پیشنهاد شد که چنین رده‌بندی‌ها را ما در استراتژی وارد کنیم. لیکن این چیز صرف نظر کرده شد به خاطر سوبیکتیویسم. یک مثال آوردن که در جمهوری قرقیزستان تا زمانی که سه کارشناسی که مسئله شاخص ترانسپرنسی اینترنشنال یعنی شاخص کروپسیا را بررسی میکرد، چون مناسبت خوب داشت، همسرش از همین کشور بود، همه وقت قرقیزستان بالاتر از دیگر کشورهای چی قرار داشت، کشورهای آسیای مرکزی. با رفتن عوض کردن این کارشناس مقام مملکت در این رده‌بندی تغییر کرد. یعنی مناسبت ارتباط دارد با اون که رده‌بندی از جانب کی صورت میگیرد، بر پایه کدام محک‌ها و نشانده‌ها صورت میگیرد و چیزی دیگر که مقصد ما چی است در اون رده‌بندی که چمپیون شدن یا که سطح و صفت زندگی مردم خود را خوب کردن. این حرکت پاسخ است به سوال شما. یعنی برای ما رده‌بندی مهم نیست که ما در کدام جا قرار بگیریم، برای ما مهم است که سطح و صفت زندگی مردم خود را در اساس دستور هدایت‌هایی که البته سرور کشور مشخص کردن و اون هدف‌های استراتژیکی که در هویت‌های استراتژیکی مقرر شده است، ما اون هدف‌ها را باید جایگیر کنیم، ناوابسته از آن که در این مورد ما در کجا قرار بگیریم. چیزی دیگر برای اینکه ما در حقیقت رقابت می‌کنیم لیکن مسابقه نداریم. رقابت می‌کنیم در مورد کشف بازارهای نو، صادرات محصولات ما در بازارهای خارجی، تغییر دادن تناسب.